نام من رستم. من تا حال سردی، خجالت زدگی و ترس و هراس را در یاد دارم. در اینترنت با ما یک روی پوش یعنی کورپا می دادند. یک کورپا هم برای زمستان و هم برای تابستان بود. شب‌های زمستان وقتی که امکان گرم شدن نبود، ما روپوش‌های بچه‌های خردسال را می دزدیدیم. حالا این منظره رو به یاد آورده خجالت میکشم، شرم میدارم. ولی آن وقت ما نمیفهمیدیم که کودکان نیز شمال میخورند. روپوش‌های آنها را کشیده میگرفتیم تا که در دوام شب خود را گرم کنیم. ما عموما آن زمان درباره چیز دیگری فکر کرده نمیتوانستیم. من اکثر وقتها سردی را احساس میکردم و شبها در جوگه خوابم پیشاب میکردم. سپس مرا در پیش تمام گروه با طعنه و ملامت شرمسار میکردند. بیشتر وقتها چنین میشد که با این سبب مرا در موشخانه محکم میکردند. در تاریکی و گرسنگی من تا 3 روز آنجا می نشستم. باز در حجره کاری مدیر بخش تعلیمی یک سطل چوب دست های دراز و کوتاه و گوناگون حجم بود. وابسته به گناهی صادر کردم چوب دستی را انتخاب میکردند و با آن چوب دست مرا تا بیهوش و بیاد شدنم میزدند، میکفتند تا وقتی شکستن چوب دست بیرحمانه میزدند و میزدند. بدتر من کوشش کردم که مشق کنم تا از خود دفاع کرده توانم. ولی به هر حال آن لحظه ها گذشتند، اما ترس و هراسی که هر زمان میتوانم مورد لطکوب قرار بگیرم تا حال مرا ترک نکرده است. من جای کار و منزل ندارم. به صفت پاسبان کار کردن نمیتوانم، چون که نمیتوانم حتی از خودم محافظت کنم. حالا من به یک کارخانه کمک میرسانم و همچون مینتداری به من اجازه میدهند که در آنجا خواب کنم. فکر کردم که برای دریافت معاش به روسیه روم، ولی ترس دارم که مرا در آنجا تا دم مردن میکوبند. در وطن هیچ نباشد هموطن ها میتوانند گور و چوبم سازند، ولی در آنجا مرا در یگان جنگل انبوه میپرتایند. هیچ کس در روی عالم یک یتیم، یک بی‌نوا و یک صغیره را جستجو نخواهد کرد.